از اونجایی که میدونید ورزش فوتبال یکی از محبوب ترین ورزش‌های جهانه که خیلی هم طرفدار داره، پس اگه شما هم این ورزش رو دوست دارید حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید تا چند تا از فکتای جالبش رو با هم ببینید. اوکی. اونجوری که توی کتابای تاریخی نوشته شده، قدمت فوتبال برمیگرده به 476 سال قبل از تولد مسیح که توی کشور چین هم اختراعش کردن. گوه خوردم، ناموسن گوه خوردم. جالب بدونید که بازیکنهای فوتبال توی زمین بازی به صورت میانگین 9.5 کیلومتر رو میدوئن. بزرگترین تولید کننده توپ جهان برای فوتبال هم کشور پاکستانه که 80% توپ جهان رو تولید میکنه. متوجه شدی؟ از طرفی هم استادیوم میدی بزرگترین استادیوم فوتبال جهانه که توی کشور کره شمالیه و 150,000 نفر هم ظرفیت داره. شاید براتون جالب باشه که آقای گل ملی جهان در حال حاضر رونالدوه که با 128 تا گل نفر اوله و علی دایی هم نفر دومه که 109 تا گل رو به ثمر رسونده. ببخشینو